صادقی تحقیقی که آوردن راجع به حکیم خیام نیشابوری، یکی از رباعیاتش رو خوندنشون، یکی از رباعیاتش هم من میخونم برای شما که بیشتر آشنا میشید با سبک شاعری و افکار این شاعر بوده. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. مقصودش چی بچه ها؟ یعنی که باید مواظب باشیم که چی میگیم. یه دفعه حرفی نداریم که فردا اگر که روشن شد ما شرمنده بشیم، خجالت زده بشیم. ممنونم که توجه میکنید به کلاس و حواستون هست و بدونید تمرکز کردن و تمرکز داشتن در کلاس یکی از مهمترین کارهایی که بایستی انجام. متشکرم.